این روزها با دستگیری کلاهبردار عرصه معدن آرامشی به جامعه معدن بازگشت. آقای آیت غلامی به همراه آقای حسن کلانکی از شرکای اصلی شرکت کاف معدن که این روزها با دروغ‌پراکنی اقدام به تهاتر معادن بی‌ارزش با املاک و فروش این محدوده‌های معدنی با رمزارز و پول‌های کثیف می‌نمودند، با تدبیر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تبیین شد. این افراد که فعلا آقای آیت غلامی کلاهبردار سابقه‌دار اقتصادی با عملیات پیچیده مهندسی اطلاعات مورد تعقیب قانونی قرار گرفته بود، با موفقیت دستگیر شد. ایشان در اعترافات اولیه به همکاری با حسن کلانکی برای کلاهبرداری چندین معدن در استانهای مختلف از جمله اردبیل و کرمان اشاره داشت. جامعه معدن نیاز به پاکسازی و خاله‌سازی از کلاهبرداران برای اعتمادسازی سرمایه گذاران در این حوزه است. شرکت مدیریت و توسعه کافه معدن انواع کلاهبرداری گوناگونی را در حوزه معدن انجام داده است. عزیزانی که به هر نحو از این شرکت و افراد نامبرد شکایتی دارند، هرچه سریعتر به نزدیکترین دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و نسبت به ثبت و رسیدگی اقدام نمایند. شایان ذکر است آیت غلامی فرزند عارف به عنوان دروغین پسر سردار غلامی اقدام به انواع کلاهبرداری دیگری در حوزه املاک و خودرو نیز انجام داده است. هوشیار باشید.